شما در صفحه خرید هستین که ناگهان شخصی به طرف شما عطسه می‌کند. ویروس سرماخوردگی به داخل ریه‌های شما کشیده شده و روی سلول‌های تنفسی فرود می‌آید. همه موجودات زنده زمین از سلول به وجود اومدن، از کوچکترین باکتری تک سلولی تا نهنگ‌های آبی عظیم الجثه و انسان. تمام سلول‌های بدن غشاء سلولی دارند، یک لایه ضخیم و انعطاف پذیر که از چربی و پروتئین تشکیل شده و اجزای داخلی را احاطه کرده و از آنها محافظت می‌کند. این غشاء نیمه تراواست، یعنی به برخی ترکیبات اجازه ورود و خروج می‌دهد اما جلوی برخی دیگر را می‌گیرد. روی غشاء سلولی برآمدگی‌های کوچکی وجود دارد که هر کدام وظایفی دارند. مثلا به سلول کمک می‌کند تا به سلول دیگری بچسبد و یا باعث پیوستن مواد مغذی مورد نیاز سلول می‌شود. گیاهان و حیوانات هم پوشش سلولی دارند. فقط گیاهان دارای دیواره سلولی هم هستند که از سلولز محکم تشکیل شده و به گیاه شکل می‌دهد. ویروسی که با عطسه به بدن شما منتقل شد آبزیرکا است. وانمود می‌کند که دوست است به پوشش سلولی متصل شده و وارد قسمت داخلی سلول می‌شود. وقتی که ویروس وارد شد، سلول متوجه اشتباه خود می‌شود. یک دشمن داخل سلول است. آنزیم‌های خاصی وارد صحنه می‌شوند و ویروس را قطعه می‌کنند و سپس یکی از قطعه‌ها را به غشای سلولی می‌برند و به نمایش می‌گذارند تا به دیگر سلول‌ها هشدار ورود یک مهاجم را بدهند. سلول‌های همسایه هشدار را دیده و سریعاً دست به کار می‌شوند. آنها باید پادتن بسازند، پروتئین‌هایی که به ویروس حمله کرده و آن را می‌کشند. این فرایند از هسته آغاز می‌شود. هسته‌ها دارای DNA ما هستند، بخشی که دستورالعمل ساخت هر چیزی رو که بدن برای فعالیت به اون احتیاج دارد را به سلول‌ها می‌دهد. قسمتی از DNA دارای ساختاری است که به سلول‌ها دستورالعمل تولید پادتن را می‌دهد. آنزیم‌های داخل هسته قسمت مورد نظر DNA را پیدا کرده و یک کپی از دستورالعمل آن تهیه می‌کنند که RNA پیامرسان نام دارد. RNA هسته را برای انجام دستورات ترک می‌کند. پیامرسان به قسمت ریبوزوم می‌رود. نزدیک به 10 میلیون ریبوزوم در سلول‌های انسان وجود دارد که همه در یک ساختار دندانه‌ای بزرگتر در کنار هم قرار گرفتند که شبکه اندوپلاسمی نام دارد. ریبوزوم دستورالعمل هسته را می‌خواند، آمینو اسیدها را یک به یک به هم پیوند داده و پروتئین‌های پادتن می‌سازد که عازم جنگ با ویروس می‌شوند. اما قبل از اون پادتن‌ها باید از سلول خارج شوند. آنها به سمت دستگاه گلجی می‌روند. در اینجا برای اعزام به خارج سلول بسته‌بندی می‌شوند و در حبابی از همان جنس غشای سلولی قرار می‌گیرند. دستگاه گلجی هم به پادتن دستوراتی می‌دهد تا بتواند خود را به لبه سلول برساند. وقتی که به آنجا می‌رسد، حباب پوششی پادتن به غشای سلولی جوش می‌خورد. سلول پادتن را به بیرون می‌اندازد و پادتن می‌رود تا ویروس را از پا درآورد. باقی مانده حباب توسط لیزوزوم‌های سلول تکه تکه شده و قطعات آن بارها و بارها بازیافت می‌شوند. سلول انرژی لازم برای انجام همه این کارها را از کجا می‌آورد؟ این وظیفه میتوکندری است. میتوکندری برای تولید انرژی از اکسیژن استفاده می‌کند. به همین دلیل آن را تنفس می‌کنیم. سپس الکترون‌هایی از غذایی که می‌خوریم به آن اضافه می‌کند تا مولکول‌های آب را بسازد. این فرایند همچنین یک مولکول پر انرژی به نام ATP تولید می‌کند که سلول از آن برای راه انداختن قسمت‌های خود استفاده می‌کند. سلول‌های گیاهی به روش دیگری انرژی تولید می‌کنند. آنها کلروپلاست‌هایی دارند که آب و دی اکسید کربن را با انرژی نور خورشید ترکیب کرده اکسیژن و قند می‌سازند. همه اجزای یک سلول باید با هم کار کنند تا همه چیز به آرامی پیش رود و تمام سلول‌های شما باید با هم کار کنند تا شما با آرامش زندگی کنید. سلول‌ها بسیار زیاد هستند. دانشمندان فکر می‌کنند حدود 37 تریلیون باشند.